سلام بچه‌ها، امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه. گاردلیار هستم. این بار اومدم با یک ویدیوی آموزشی. میخوام یادتون بدم اسکین های تیمی از سرور براول استارز رو داخل نانز براول تست کنید، امتحانشون کنید، باشون پلی بدید. و بچه‌ها ما اول وارد سایت نانز براول میشیم. همیشه بازی را از سایت خود سازنده دانلود کنید، این بهتره. من همیشه سعی کردم لینکی برای هر بازی که پیشنهاد بدم برای یک نفر لینک خود سازنده که داخل سایت گذاشته لینک همون بازی رو میدم. همینجوری من همیشه سعیم اینجوری میکنم. و ما دانلود رو میزنیم، بعدش این دانلود آبی رنگ رو میزنیم تو فایل دانلود بشه. و نانز براول من دانلودش کردم. بعد دانلود کردن فایل حتما بازی رو نصب کنید. خب بچه‌ها همونطور که میدونید ما بازی رو دانلود کردیم، بعدش نصب کردیم، حالا وارد بازی میشیم. You can't make me! I could do this if I wanted to. Hardcore. Boring. I am guided by the so awesome. Raw and beauty. El primo. اما داخل این اکانت هم اضافه اسمان دارم یا اکانت دومم یاد دادم چجوری اضافه کنید به اکانت. باید چند تا کار رو ادامه بدید، چند تا فایل اضافه کنید داخل بازی دیتا بازی. خب بچه‌ها ما برای اضافه کردن فایل های بازی باید داخل کانال تلگرام خود سازنده بازی آخرین فایلی که گذاشته رو دانلود کنیم. بخشید اینجوری گفتم. حالا دانلودش که کردیم روش میزنیم، بعد از زدنش اکسپت رو میزنیم، نصب کردن اینستال، بعد لانچ دی گیم، بعد بازی شدن رو میزنیم. حالا اسکین ها اضافه شدن، این تیکه های سبز که اومدن این که به فایل بازی اضافه شده. خب اینجا اضافه شد همه اسکین ها که نشونتون دادم. من چون از قبل اضافه کرده بودم باید کلیر دیتا میزدم تا فایل ها حذف بشن تا دوباره آموزشش رو بذارم تا خوب یاد بگیرید، اینجوری بهتره. حالا اسکین ها همشون هستن، همه اسکین ها هست دیگه. فقط همین این بدون همین الپریمو و این ادگار اضافه شده که اونا رو نفهمیدم کدوم دسته. تنها اضافه کردن دیدم فنگ بود فکر کنم. این هم الپریمو، الپریمو اینم بچه‌ها خیلی ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً حمایت کنید، لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.